فرندز بهترین سریال تاریخ. امروز میخوام جالبترین حقیقت ها رو در مورد سریال فرندز بهتون بگم که تا حالا نشنیدین. بازیگران اصلی سریال هر کدام در آغاز کار خود برای هر قسمت $2250 و در پایان سریال برای هر قسمت $1,000,000 دریافت می‌کردند. قبل از اینکه نام سریال دوستان باشد، سازندگان فیلمنامه 7 صفحه‌ای به اسم کافه بیخوابی نوشته بودند که از لحاظ موضوعی نیز فرق داشت. برای مثال، راس و ریچل رابطه کلیدی سریال نبودند و در عوض جویی و مونیکا رابطه کلیدی بودند. اما وقتی که شبکه NBC در مورد سریال خبرهای منتشر کرد، اسم سریال را دوستانی مثل ما اعلام کرد. پس از آغاز فیلمبرداری اسم سریال به 6-1 تغییر کرد و در نهایت در 23 سپتامبر 1994 که سریال برای اولین بار پخش شد، سازندگان به دوستان خالی بسنده کردند. وقتی مت لبلانک یا همون جویی برای نقشش مصاحبه کرد، تنها $11 پول داشت. بعد از اینکه بازیگران اولین چک حقوق خود را دریافت کردند، او برای خود یک غذای گرم خرید. تیتراژ آغازین سریال در استودیو برادران وارنر در کالیفرنیا فیلم برداری شد، نه در پارک مرکزی در نیویورک. در قسمتی که وسایل جویی و چندلر به سرقت رفته بود، سارق بر روی تخته آهنربایی روی درب با عبارت بابت وسایل ممنون از آنها تشکر کرده بود. دیوید شویمر اولین نفر از بین 6 بازیگر اصلی بود که برای بازی در سریال انتخاب شد. جنیفر آنیستون آخرین نفر از بین 6 بازیگر اصلی بود که برای بازی در سریال انتخاب شد. جواب این سوال که چگونه هر بار بر روی همان مبل در کافه می نشستند این است که در واقع تابلو کوچکی با مضمون رزرو شده بر روی میز همیشگی آنها بود. شبکه NBC در اصل فکر می کرد که بازیگران خیلی جوان هستند و از نویسندگان خواست که یک کاراکتر مسن‌تر به سریال اضافه کنند تا به بازیگران اصلی پند و نصیحت دهد. تقریباً برای کل فصل اول بیرون از سنترال پارک خیابانی نبود و فقط پس زمینه ای رنگی بود. آنها پنجره ای را کمی مات و جلوی پنجره را پر از گیاه کرده بودند تا مشخص نشود. در قسمتی که مشخص می شود چندلر از سگ‌ها متنفر است، متوجه می شویم که راس نیز از بستنی متنفر است، در صورتی که در یکی از قسمت‌های فصل پیشین شاهد آن بودیم که راس و الیزابت در یکی از قرارهایشان از بستنی خوردن لذت میبرند. مبل نارنجی که در سریال فرندز در کافه استفاده میشد، در زیرزمین استودیو برادران وارنر پیدا شده بود. جمله معروف جویی How you doing در رتبه 4 در بین 20 تیکه کلام برتر سریال های تلویزیونی در مجله تیوی گاید است. دکوراسیون سنترال پارک هر 3 قسمت یک بار تغییر داده می شد. مت لبلانک
در روز مصاحبه با زخمی بزرگ و زشت که بر اثر سر خوردن و فرود بر روی لبه توالت فرنگی ایجاد شده بود ظاهر شد. قاب طلایی دور چشمی در واقع یک آینه بود که یکی از عوامل پشت صحنه، ریکی پارکر، تصادفاً آن را شکست. اما چون زیبا به نظر می رسید تصمیم گرفتند که همانجا بماند. حالا شما بگین کدوم شخصیت سریال فرندز رو از همه بیشتر دوست دارین؟ حتما جوابتون رو توی کامنت ها بنویسین. اگه هم از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و کانال منو سابسکرایب کنین.